نویسنده و وکیل خصوصی میگه واقعیت این است که قانون جذب در حقیقت همه آن چیزی را که شما بر روی آن متمرکز هستید و به آن فکر می‌کنید در اختیار شما قرار می‌دهد. وقتی شما بر روی چیزهایی که نمی‌خواهید متمرکز می‌شوید، نمی‌خواهم دیر برسم. قانون جذب صدای شما را نمی‌شنود. فقط آنچه را به آن می‌اندیشید در زندگی شما متجلی می‌کند. قانون جذب از خواسته‌ها و نخواسته‌های شما دفاع نمی‌کند. فقط آنها را از عالم اندیشه به عالم وجود منتقل می‌کند. هنگامی که اندیشه‌هایتان روی موضوعی که آن را می‌خواهید تمرکز می‌کند، در آن لحظه شما با بیشترین نیرویی که در عالم وجود دارد آنچه را که می‌خواهید احضار می‌کنید. این قانون قادر به محاسبه نمی‌خواهم یا نه یا هر جمله منفی دیگری نیست. وقتی شما کلمه‌ای را به